تا حالا براتون این سوال پیش نیومده که چرا با اینکه سریال اسکوید گیم یه سریال توی سبک تلاش برای بقا هستش و این همه کشت و کشتار و خونریزی داخلش اتفاق میفته، چرا داره توی یه همچین فضایی با همچین ترکیب رنگ‌های شاد و روشنی انجام میشه؟ یا مثلا تا حالا شده با خودتون فکر کنید که اصلا یه همچین داستانی که کل دنیا رو مات و مبهوت خودش نگه داشته اصلا از کجا اومده؟ خب من امروز اینجام که بهتون بگم که تمام اینها از یک رویداد واقعی الهام گرفته شده که میریم و کاملا با هم بررسیش میکنیم. با من همراه باشید. سلام و به یه ویدیوی جدید از کانال اسرار تاریک جهان خوش اومدید. همونطور که توی اینتروی ویدیو بهتون گفتم، امروز اومدیم تا با هم اون داستان اصلی که کل اسکوید گیم ازش الهام گرفته شده رو بررسی بکنیم. خب داستان از این قراره که توی دوران جنگ جهانی دوم یه کمپی توی کشور کره جنوبی وجود داشته به اسم کمپ برادرز هوم. حالا توی این کمپ چه اتفاقاتی میافتاده و چه ربطی به اسکوید گیم داره؟ اعضای این کمپ از سرتاسر کشور افراد فقیر و بی خانمان رو جمع میکردن و وارد اون کمپ میکردن و ازشون کارهای سخت و طاقت فرسا میخواستن و حالا اگه مثلا یکی از اون کارگرا از پس یه کاری بر نمیومد و کاریو خراب میکرد، به وسیله سلاح گرم کشته میشد. حالا این تمام نکته شباهتش به اسکوید گیم نیست. بذارید بریم یه سری تصاویر از فضای داخل این کمپ رو ببینیم و اونها رو مقایسه بکنیم با فضاسازی که توی سریال اسکوید گیم در واقع ایجاد شده بود. خب همونطور که دیدید توی سریال هم دقیقاً از همین ترکیب رنگ‌ها الهام گرفته شده و فضاها به شدت به هم دیگه شباهت دارن و حتی تخت خواب‌هایی که توی این کمپ چیده شده بودن دقیقاً توی سریال اسکوید گیم ازشون تقلید شده و به همون شکل چیده شده. میشه گفت این سریال دقیقاً منعکس کننده این رویدادیه که سالها قبل توی کره جنوبی اتفاق افتاده بود. خب امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو با میلتون بود و ازش خوشتون اومد، حتما با لایک کردنش ازم یه حمایت ویژه بکنید. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. برای دیدن محتوای بیشتر کانال رو دنبال کنید. من شما رو با ویدیوهای بعد میبینم و تا اون موقع شما همچنان کنجکاو و ماجراجو باشید و تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.